بالاخره 207 مدل 80 مون رنگ شد و الان موقعشه که لوازم بدنه رو ببندیم تا ببینیم بالاخره تونستیم از این عتیقه 207 بسازیم یا نه. زمان صافکاری چون تقریبا تمام بدنه رو تعویض کردیم، پیچ به پیچ ماشین رو باز کرده بودیم و الان مجبوریم که همه چی رو از اول ببندیم. ولی مونتاژکاری بعد بازسازی واقعا لذت بخشه و هرچی لوازم تکمیل تر میشه ماشین هم خوشگل تر میشه. خلاصه که مونتاژ ماشین تقریبا تمام و بریم که بالاخره نتیجه این پروژه رو با هم ببینیم. Hiç gitmemiş gibisin, kokun hala tenimde. Sen beni unutsan da yüreğim seninle. تو قسمت‌های بعدی ریزه‌کاری‌ها رو انجام میدیم و میریم سراغ لوازمی کردن ماشین. اگه دوست داشتی پیجمو فالو کن که قسمت‌های بعدیمون رو از دست ندی. Kor ateşler içinde